خداوند گفته اگه پول میخوای، اگه ثروت میخوای، فقط همین 2 کار رو انجام بده. قسم خورده که اگه این کار رو انجام بدی، محاله که پول و برکت وارد زندگیت نشه. رسول خدا حضرت علی و امام رضا علیه السلام به این 2 کار قسم خوردن که اگه انجام بدین، محاله توی زندگی پول و ثروت سرازیر نشه. اول از همه این آیه رو به هر تعداد نفری که فکر میکنی گرفتاری دارن هدیه بده. خیرات حسابشون کن و بفرست براشون تا به خاطر آگاهی دادن این آیه خیر و برکت بیاد توی زندگیت. دوم این که به مدت 1 روز این آیه رو همراه خودت داشته باش. یه جا بنویس و هر جایی که میری باهات باشه. این آیه معجزه‌گر آیه 19 سوره شورا هستش. الله لطیف به عباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد. هر کس را که بخواهد روزی می‌دهد و او توانا و شکست ناپذیر است. این آیه مایه خیر و برکته. این آیه معجزه‌گر قرآن فقیر رو غنی میکنه. آدم رو از فرش به عرش میرسونه. این آیه خود شفاست، مخصوصاً برای جوونا، مخصوصاً اونایی که دفعه اول این آیه رو با خودشون داشته باشن. حالا ازت میخوام برای شکرگزاری بیشتر این ویدیو رو لایک کنی و توی کامنت ها بنویسی یا رزاق. امیدوارم همه شما دوستان عزیز به خواسته دلتون برسید و حاجت روا بشید. اگه حاجت‌های خیلی مهمی داری، کانال ما رو حتما سابسکرایب کن، چون کلی دعا بهتون یاد میدم که به هر خواسته‌ای دارید برسید.